سلام عرض ادب. با یه ویدئوی دیگه از farsiradiyab.ir اومدیم خدمتون. آدرس سایت ما اینجاست، farsiradiyab.ir. میتونید توی مرورگرتون تایپش کنید، به سادگی میاد بالا. خب توی صفحه اول سایت هستیم. برنامه مکانیاب رو داره، کنترل واتساپ، بررسی پیامک های گوشی و کامل ترین برنامه کنترل گوشی که به مجموعه ما اضافه شده. یه مطلب اینجا ما گذاشتیم، ردیابی و مکانیابی با شماره موبایل از راه دور. اون رو من بازش میکنم. در رابطه با این مطلب میخوایم با هم صحبت بکنیم. اول که حالا اون اومده نوشته ردیابی مکان، تیترشه. اینجا از این دکمه ها میتونید اشتراک گذاریش بکنید و در ادامه لیست برنامه ها رو گذاشته که توی صفحه اول سایت هم هست و براتون یه بار خوندمش. در رابطه با مکانیابی داریم توضیح میدیم که مکانیابی چی است، چجوری میتونیم مکانیابی بکنیم با برنامه مکانیابی که حالا بالا هست اینجا، و میتونید متوجه بشید شخص کجا رفته، چه کاری داره انجام میده، دقیقاً الان روی نقشه کجاست، بهتون مکان رو نشون میده. هیچ محدودیتی نداره، شما میتونید شماره رو تا 1000 بار مکانیابی کنید. هر بار که درخواست بدید دقیق بهتون نشون میده این برنامه کجاست. تیتر بعدی نوشته انواع مکانیابی چگونه است. خب ما روش‌های مختلفی برای مکانیابی داریم. یه روش بر اساس جی پی اس، اصلا موقعیتیاب جهانی ماهوارهایی که دور تا دور کره زمین هستن. روش بعدی بر اساس BTS. BTS یعنی دکل آنتن. اون سیم کارتی که ما توی گوشی میذاریم از یه جایی داره آنتن میگیره، اون دکله به ما داره یه فرکانسی میفرسته، بر اساس اونم مکان ما مشخص میشه روی نقشه. توی این نقشه معمولا این قسمت BTS یا رادیو با دکل آنتن ای رو خیلی از برنامه من دیدم ندارن، داره. خب ما اینجا گذاشتیم. البته خب خیلی از برنامه هم هستن که دارن و خوب داره کار میده، نمیتونیم برنامه‌های دیگر رو بد یا خوب بکنید، ولی خب توی برنامه ما هست. بر اساس BTS خیلی راحت میتونید کار انجام بدید. بر اساس دکل آنتن دهی، یعنی اگر GPS خاموش باشه بازم مکان میاد. تیتر بعدی نوشته آیا برای مکانیابی باید GPS روشن باشه؟ خب خیلی نیازی نیست. اگر اون خاموش باشه بر اساس دکل آنتن دهی برنامه ما کارش انجام میده. مکان فرد مقابل چگونه نمایش داده میشود؟ نوشته وقتی که شما وارد برنامه فارسی ردیاب میشید یه کارت براتون میاد، شماره طرف مقابل رو وارد میکنید، این شروع میکنه به جستجو کردن که البته زمان برم نیست. بلافاصله مکانش رو روی نقشه بهتون به صورت دقیق نشون میده. توضیح داره میده که از دو تا نقشه گوگل و نقشه عادی استفاده میکنه که هر دو به صورت دقیق و قابلیت بزرگنمایی رو هم دارن. نقشه گوگل رو دیدین دیگه چجوری است. مکانیابی بر اساس شماره موبایل چگونه انجام می شود که حالا توضیح دادم که سیستم شروع میکنه به جستجو بر اساس شماره موبایل، بر اساس دکل آنتن و جی پی اس بهتون مکان رو نشون میده. توضیح دادیم که آیا فارسی ردیاب تو سایر کشورام جواب میده؟ بله، فرقی نمیکنه شما کجا باشید، اصلا مسافت توش مهم نیست، تو هر کشوری باشه جواب میده، یا هر جایی که باشید. اینجا هم در رابطه با مسافتش صحبت کردیم. فهرست مطالبی که خوندیم رو اینجا دارید، میتونید ببینید که چه مطالبی بوده. خود تیتر برنامه است. اگر صحبتی دارید، حرفی، نظری دارید، میتونید مستقیما با مدیریت سایت صحبت بکنید. شما از برنامه راضی هستید، مشکلی داشتید، وقت سوالی داشتید، میتونید همینجا بنویسید، حتما پاسخگویی میشه. شماره پشتیبانی هم هست، به شماره پشتیبانی هم میتونید پیام بدید. یه منوی این بغل ما داریم، همه جای سایت هست. اینجا شماره تماسه، روش که کلیک میکنید توضیحات پشتیبانی رو داده و شماره پشتیبانی هم در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید، پیامک بزنید، تو واتساپ پیغام بذارید، تلگرام، هر جا راحت بودید ما در خدمتتون هستیم. خب بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. روز و روزگار خوش. خدا نگهدارتون.